سلام دوستان و علاقمندان آموزش الفبای روسی از طریق ویدیو. قبل از اینکه به درس ها بپردازیم میخواستم از یکایک شما که به کانال ما پیوسته اید، یعنی آن را امضا کردید و عضو کانال ما شده اید، عرض سپاس کنم و همچنین از نقطه نظرها و پیشنهادات سازنده شما که در پایان این ویدیوها گذاشتید تشکر کنم. خب درس امروز موضوعش این است که چرا در اکثر زبان ها و به خصوص در زبان روسی بعضی کلمه ها به یک گونه یا به یک شکل نوشته می شوند و به شکل دیگر تلفظ می شوند. این موضوع یعنی موضوع تفاوتی بین نوشت و تلفظ کلمه ها یکی از مشکلات اساسی یاد گرفتن همه گونه زبان است، نه تنها زبان روسی، حتی در زبان خودمون هم اگر توجه کرده باشید ما یک گونه می نویسیم و به گونه دیگر تلفظ می کنیم. و امروز شروع می کنیم از اینکه در زبان روسی چرا حرف آ در اکثر حالات در کلمه ها تلفظ می شود و در بعضی حالات دیگر تلفظ می شود. حالا به این موضوع می پردازیم که چرا در بسیاری از کلمه های روسی حرف آ را تلفظ می کنیم و چند مثال را با هم از نظر می گذارانیم. اینجا می بینیم کلمه چی را؟ آکنا که به زبان خودمون ترجمهش می شود تریزه یا پنجره. کلمه آگون که به زبان خودمون می شود ترجمهش آتش، یا کلمه آبد که ترجمهش به زبان خودمون می شود غذای چاشت یا نیم روزی. کلمه آکنا همان گونه که اینجا می بینیم از دو هیجا عبارت است، آک و نا. اگر به تلفظ این کلمه توجه کنید ما تلفظ میکنیم آکنا، نمیگویم که آکنا، میگویم که آکنا. یعنی زده که این علامت زده است در هیجای چی؟ دوم می افتد و وقتی که زده در بالای حرف آ می افتد در هر هیجایی که باشد در آن صورت حرف آ تلفظ می شود. اما در هیجای آک، هیجای اول، زده نافتاده است و به همین خاطر هم در این هیجا حرف چی تلفظ می شود؟ و می شود چی؟ اک نا. همان گونه که می بینید اینجا زده ندارد، حرف اک تلفظ شده است و در هیجای دوم که حرف زده در بالایش دارد، این علامت زده است، می شود چی؟ یعنی تلفظ می شود در هیجای دوم. همین گونه هم در کلمه دوم. این کلمه چی است؟ آگون که گفتیم معنایش در زبان خودمون آتش است. این کلمه هم از دو هیجا عبارت است، آگون. تلفظش رو اگر توجه کرده باشید میگوییم آگون، نمیگوییم که آگون، میگوییم آگون. یعنی هیجای دوم با شدت تلفظ می شود به خاطر که زده در بالای حرف در هیجای دوم افتاده است و به همین خاطر هم این در این هیجا حرف تلفظ می شود. در هیجای اول که هست نوشته شده، اما زده در بالایش که نه افتاده، در این حالت حرف چی تلفظ می شود؟ به همین خاطر هم تلفظش چی می شود؟ آگون. اینجا هم که می بینید زده در بالای حرف در هیجای دوم افتاده است و حرف تلفظ شده است و حرف در هیجای اول که زده ندارد تلفظ شده است. و کلمه دیگر کلمه آبد، همان گونه که می بینید در این کلمه هم هیجای دوم با شدت بیشتر تلفظ می شود. ما نمیگوییم که آبد، ما میگوییم آبد. یعنی در هیجای دوم ما با شدت تلفظ میکنیم و این هم علامت زده است که در روی حرف افتاده است و به خاطر اینکه در هیجای اول حرف زده بالاش نافتیده است چی تلفظ می شود؟
و همش در کل تلفظش چی میشد؟ ابد. و حالا چند کلمه دیگر رو میبینیم با هم. کلمه داراگه یعنی راه. راه در زبان خودمون میشد که این کلمه دارای 3 هجا است. دا، را، گه. همان گونه که میبینیم ما هجای دوم رو در این کلمه چی؟ بلندتر تلفظ میکنیم. میگوییم داراگه. نمیگوییم که داراگه یا نمیگوییم که داراگه. میگوییم داراگه. یعنی زده در بالای حرف آ در هجای دوم افتاده است و در این صورت که گفتیم اگر حرف آ در بالایش زده بیفتد چی تلفظ میشد؟ آ تلفظ میشد. در هجای اول که حرف آ در بالایش زده نافتاده است چی تلفظ میشد؟ حرف آ تلفظ میشد، یعنی میشد دا. و اینجا تلفظش رو میبینیم که شده است دا را گا. یا کلمه پاوارات که معنیش به زبان خودمان گردش است و این کلمه هم 3 هجا دارد. پاوارات. و نمیگوییم وقتی که تلفظ میکنیم نمیگوییم که پاوارات یا نمیگوییم که پاوارات، بلکه میگوییم پاوارات. یعنی زده در هجای سوم این کلمه در بالای حرف آ افتاده است و به شدت تر تلفظ می شود و به همین خاطر که زده در بالای حرف آ در این هجا افتاده است در اینجا حرف آ تلفظ می شود. اما در هجاهای پا و وا که زده ندارند، زده روی این هجاها نافتاده است، حرف آ چی تلفظ می شود؟ ا. به همین خاطر هم در مجموع کلمه رو ما چی تلفظ میکنیم؟ پاورات. و اینجا کلمه آ رو میبینیم که معناش او یا وی برای زنان و دختران و یا اسمهای جنسی زنان است و این کلمه از 2 هجا عبارت است. آ، نه. همان گونه که میبینیم وقتی تلفظ میکنیم ما نمیگوییم که آنه، ما میگوییم آنه. یعنی زده در بالای حرف ا در هجای دوم افتاده است. اما از بس که حرف آ که در هجای اول آمده زده رویش نمی افتد تلفظ می شود ا و همه کلمه تلفظ می شود چی؟ انا. یا فعل گاواریت گفتن رو می بینیم با هم. گاواریت همون گونه که می بینیم از 3 هجا عبارت است. گاواریت و تلفظش رو اگر توجه کرده باشید می شود گاواریت. نمیگیم که گاواریت یا نمیگیم که گاواریت، بلکه میگیم گاواریت. یعنی هجای سوم زده بالایش می افتد و به شدت تر تلفظ می شود. اما از بس که هجای گا و وا یعنی هجای یکم و دوم که حرف آ دارند زده بالایشان نمی افتد در اینها حرف آ چی تلفظ می شود؟ ا. و در مجموع کلمه رو ما چی تلفظ میکنیم؟ گاواریت. گاواریت می نویسیم اما گاواریت تلفظ میکنیم. خوب در نهایت میخواستم جمع‌بست کنم این درس را با این قاعده که در کلمه های زبان روسی اگر زده روی حرف آ نافتاده باشد حرف آ تلفظ می شود. اگر زده روی حرف آ افتاده باشد آن آ تلفظ می شود. این یک قاعده هست که در آموختن زبان روسی خیلی و خیلی مهم است. خواهش میکنم این قاعده رو یاد بگیرید، در ذهنتان نگه بدارید و وقتی که کلمه های زبان روسی را میبینید توجه بکنید که آیا حرف آ در آنها زده دارد یا نه. اگر زده داشته باشد در آن صورت آ تلفظ می شود و اگر زده نداشته باشد ا تلفظ می شود.
و اکثر لغت های روسی اگر شما لغت ها رو استفاده کنید توجه کنید در این لغت ها که آیا نشان داده شده است که زده در کجا می افتد. به خاطر که موضوع زده یکی از موضوعهای دیگری مهم و حساس در آموزش زبان روسی است. لغت ها رو ببینید و تلفظ کلمه ها را همراه با نوشتشان در یادتان بگیرید. به خاطر که اگر نوشتشان را یاد بگیرید اما تلفظشان را در یادتان نگیرید شما خطا میکنید. همراه با نوشت کلمه ها لطفاً تلفظ کلمه ها را به خصوص کلمه هایی را که حرف آ در آنها هست در یادتان بگیرید، چرا که اگر این قاعده را در یادتان نگیرید، یعنی تلفظ کلمه های با حرف آ نوشته شده را در یادتان نگیرید، ممکن است که اشتباه کنید، خطا کنید. خوب، در درس‌های بعدی ما درباره حرف‌های دیگری هم صحبت خواهیم کرد که در زبان روسی به یک گونه نوشته میشن در کلمه‌های زبان روسی و به گونه دیگر تلفظ میشن و این حرف‌ها زیاد نیستند. امیدوارم برایتان آسان خواهد بود. خوب دوستان، امیدوار هستم که این درس خوشتان آمده باشد و نظرات و پیشنهادات خودتان را هم باز در زیر این ویدیو لطفاً بگذارید و اگر خواهش داشته باشید می توانید لینک آن را یا پیوند آن را به دوستانتان بفرستید، به دوستانتان معرفی کنید تا که آنها هم بتوانند از این درس‌های ما بهره مند شوند. و همچنین اگر تازه این ویدیوهای ما را دیده باشید از شما خواهش میکنم که عضو کانال ما بشوید، یعنی آن را امضا کنید و اگر خواهش داشته باشید می توانید در زیر این ویدیوها علامت لایک یا پسند را پخش بکنید و از شما ممنون خواهم بود. تا درس‌های بعدی در پناه خداوند باشید.